یاران زی هم جدایی نکنید، در سر هوس گریز پایین نکنید، چون جمله یکید دو هوایی نکنید، فرمود خدا که بی‌وفایی نکنید. یعنی وحدت ما را از همه وقت مولانا آرزو کرده و لایق شیرالی شاعری معاصری تاجیک 80 ساله شد. با مناسبت سالگرد او میلاد شاعری محبوب ادبیاتشناس دوستداران شعر و سرود مهمانان از تمام مناطق کشور به قصر جوانانی به نام لایق شیرالی شهر خوجند جمع آمدند. از خصلت‌های نجیب و ایجادیات شعر و غزل‌های لایق یاد کردند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در این چاره‌بینی ادبی سخن کرد و گفت شاعران و ادبیاتشناسان انعکاسگری تاریخ فرهنگ و ادب امروز و فردای کشور میباشند و به زحمت و مشقت آنها باید ارج گذاشت. حاضرین گرامی، استاد لایق شیرالی واقعاً از زمره آن سخنورانی است که با اشعار بلند مضمون خود برای امروزیان پیام صلح و صفا، دلیری و مردانگی، دوست داشتن وطن، خویشتن شناسی و وحدت ملت را ستایش نموده، مردم را به فردای شکوفانی ملت ترغیب می نموده است. از این لحاظ رئیس جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خود به خدمت‌های پرارزش شاعر اشاره کرده گفته بودند. در این میان لازم می‌دانم خدمت‌های پرارزش شادروان لایق شیرالی را در تلقین شجاعت ادبی، روح ملی و وطنداری، ستایش مادر و زبان مادری، احیای بسیار سنت‌های شعر عالمگیر ما با سپاس و احترام خاصه یادآور شوم. لایق شیرالی با ایجادیات آثار وطندوستانه خود نسل نو را به احترام و بزرگداشت مقدسات وطن، مرز و بوم، استقلال کشور و رسیدن به وحدت کامل راهنمایی کرده است. نقش لایق شیرالی برابر اکثر شاعران و ادیبان تاجیک به خصوص در مسئله تحکیم زبان ادبی تاجیکی همچون زبان دولتی و توسط آن آفریدن آثار شیوای و روان و جاودانگی بخشیدن این رکن مهم دولتداری ضرور می باشد. زیاییان از جمله اهل قلم در نزد زبان، ادبیات و ذوق مردم مسئولیت زیاد دارند و در زمان ما به سوی استقلال ملی و فرهنگی راه گشاده لازم است که زبان خود را به درجه یک زبان شیوا تقویت بخشیم تا به کاروان فرهنگ و تمدن جهانی همسفری کرده توانیم. استاد لایق شیرالی در برابر شخصیت بزرگ، شاعری ناتکرار و بی‌نظیر ملت بودند، همچون سراینده شعر جوانی و جوانمردی اعتراف گردیده است. زیرا جوانی و خوشی‌های آن در شعر استاد لایق شیرالی با بهترین وجه تجسم یافته‌اند. با مناسبت 80 سالگی زادروز شاعری معاصر تاجیک لایق شیرالی مشورت آموزشی ادیبان جوان تشکیل و گذرانده شد. رئیس اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان نظام قاسم که مهمان جشن مولود شادروان لایق شیرالی بود سخن کرده تاکید نمود که گذرانیدن چنین مشورت‌ها برای دریافت استعدادهای جوان و امیدبخش مفید است، زیرا صف جوانان ادبیات شناس و فرهنگ پرور بیشتر گردیده ادبیات معاصر تاجیک رشد می‌نماید. رهبریت محترم و مردم ارجمند ولایت با عنعنه‌های نیک حوزه ادبی خوجند باستانی صادق مانده و در زمان استقلالیت دولتی با آنها مضمون و معنای تازه بخشیده ادبیات را با وسیله مهم و مؤثر ترغیب وطندوستی، خودشناسی ملی و وحدت و یگانگی تبدیل داده توانستند. راه آزادی و استقلالیت وطن عزیز ما ناهمواری‌های زیاد داشت و دارد. پیوسته آزمون و سنجش‌های جدی پیش می‌آورد. ادیبان تلاش و زحمت‌های رهبریت کشور و ولایت سوخت را در راه برطرف نمودن مشکلات نوبتی روشن احساس و اقدام‌های برکشیده و سنجیده‌شان را بهر اعتدال وضع کاملا دستگیری می‌کنند. دلوار لایقزاده پسری کلانی شاعری شادروان لایق شیرالی در روز تجلیل مولود قبلگاهش از پنجکند به خوجند آمد و با گروه خبرنگاران از نصیحت‌های پدر یادآور شد. سیمای محبوب
و همیشه با تبسم استاد لایق شرلی هنوز در فرزندانش مشاهده می شود و این یکی از وصیت‌های وی به پیوندانش بوده است که همیشه چهره گشاد باشند و مناسبت صمیمانه را با همه انجام دهند. نرم گفتار، خوش سخن، خوش معامله و همیشه با یک تبسم همه صحبت‌ها را آرام می‌دادند و البته جایی که بودند یک گلی سری سبدی هم بودند و حتی ببینید که استاد باقی رحیم‌زاده و استاد تورزاده همیشه در تمام محفل‌ها که می‌خواستند، خصوصا استاد باقی رحیم‌زاده که سرور اهل ادب جوانان سال‌های 60 و 70 بودند، همیشه همراهشان استاد لایق را می‌آوردند. ولی چون که در اون زمان استاد لایق هم جوانی شوخ و بی‌باکی همون زمانشان بودند و با یک نگاهشان با استعدادی فطری استاد لایق را خودشان کفش کرده بودند و استاد لایق همین خصلت‌های خوبی استادان خودشان را داشتند، یعنی که هر جایی که یک محفل ادیبان می‌گذشت در بعد سال‌های 80 و 90 همیشه استعدادهای جوان و آینده‌دار را کشف می‌کردند و مثل که هنگام دانشجوییشان استاد فرزانه را با یک نگاهشان با یک شعرشان شناخته بودند و همیشه در اون سال‌ها یک استاد فرزانه دانشجو بودند، همیشه با یک صمیمیت و اعتقاد خاصه میگفتند که آینده یکی از ستارگان خاصه آسمان ادبی فارس خواهند شد، نه اینکه در کشور تاجیکستان حتی برون از مرز تاجیکستان شهرت و شهریار گشتند. امروز سنه 20 مای شاعر معاصر و زنده یادی تاجیک لایق شرلی اگر زنده می بود 80 ساله می شد. 80 سالگی تجلیل میلادی لایق با پیوندان و شاگردان و هم نزدیکان و نمایندگان مقامات‌های اجراییه در وضعیت تنتنوی تجلیل کرده شد. گزارش مفنوشکر و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.